حادثه مرگبار و غیر قابل باور بالای لطیف عزیزی، دختر خانم هنرمند. بستری شدن لطیف عزیزی در بزرگترین شفاخانه در امریکا. آیا با واقعیت دوست پسر لطیف عزیزی بر وی خیانت کرده است؟ حمله بالای لطیف عزیزی توسط چه افراد سازماندهی شده است؟ وضعیت سی لطیف اکنون چگونه است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی. نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. لطیف عزیزی، دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. این دختر خانم هنرمند توانسته است در مدت خیلی کوتاه دل میلیون ها افغان را از آن خود کند. آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغان ها قرار می گیرد. لطیف عزیزی کار در رسانه ها و پرده رسانه را از تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و در برنامه ستاره افغان این تلویزیون اشتراک کرد. اشتراک لطیف عزیزی حمایت خوبی از طرف مردمش شد، اما لطیفه دیگر نخواست ادامه تحصیلاتش را بدهد و کنسرت های در داخل و خارج از افغانستان برگزار میکرد. تازه تصاویر لطیف عزیزی در صفحات مجازی منتشر می شود که این دختر خانم هنرمند در کشور امریکا حادثه ترافیکی انجام داده است. حادثه وی توسط دوست پسرش صورت گرفته است و اکنون در حالت بدی در شفاخانه در امریکا بستری است. من آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای این دختر خانم هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از لطیف عزیزی خواهم بود. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.